به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و بسیار قدیمی شروع میکنم. دایجان ناپلئون، نویسنده ایرج پزشکزاده، انتشارات صفی علیشاه در سال 1351 چاپ اول این کتاب انجام داده و چاپ هشتم این کتاب که در اختیار منه در سال 1356 در تهران چاپ شده. با من همراه باشید که بدون هیچ گونه حرف اضافه، مقدمه یا پیشگفتاری این کتاب رو شروع کنیم و کشفش کنیم. من یک روز گرم تابستان، دقیقاً 13 مرداد حدود ساعت 3:15 کم بعد از ظهر عاشق شدم. تلخی‌ها و زهر هجری که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر 1/12 یا 1/14 مرداد بود شاید اینطور نمی‌شد. آن روز هم مثل هر روز با فشار و زور و تهدید و کمی وعده‌های طلایی برای عصر ما را، یعنی من و خواهرم را، توی زیرزمین کرده بودند که بخوابیم. در گرمای شدید تهران خواب بعد از ظهر برای همه بچه‌ها اجباری بود. ولی آن روز هم ما مثل هر بعد از ظهر دیگر در انتظار این بودیم که آقا جان خوابش ببرد و برای بازی به باغ برویم. وقتی صدای خرخر آقا جان بلند شد، من سر را از زیر شمع بیرون آوردم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. طفلک خواهرم در انتظار به خواب رفتن آقا جان خوابش برده بود. ناچار گذاشتم و تنها پاورچین بیرون آمدم. لیلی دختر دایجان و برادر کوچکش نیم ساعتی بود در باغ انتظار ما را می کشیدند. بین خانه های ما که در یک باغ بزرگ ساخته شده بود دیواری وجود نداشت. مثل هر روز زیر سایه درخت گردوی بزرگ بدون سر و صدا مشغول صحبت و بازی شدیم. یک وقت نگاه من به نگاه لیلی افتاد. یک جفت چشم سیاه درشت به من نگاه میکرد. نتوانستم نگاهم را از نگاه او جدا کنم. هیچ نمیدانم چه مدت ما چشم در چشم هم دوخته بودیم که ناگهان مادرم با شلاق چند شاخه‌ای بالای سر ما ظاهر شد. لیلی و برادرش به خانه خود فرار کردند و مادرم تهدید کنان مرا به زیر زمین و زیر شمد برگرداند. قبل از اینکه سرم به کلی زیر شمد پنهان شود، چشمم به ساعت دیواری افتاد. 3:10 کم بعد از ظهر بود. مادرم قبل از اینکه به نوبت خود سرش را زیر شمد کند گفت: خدا رحم کرد داییت بیدار نشد، وگرنه همه اتان را تکه تکه میکرد. مادرم حق داشت. دایی جان نسبت به دستوراتی که میداد خیلی تعصب داشت. دستور داده بود که بچه‌ها قبل از ساعت 5 بعد از ظهر حتی نفس نباید بکشند. داخل 4 دیواری باغ نه تنها ما بچه‌ها مزه نخوابیدن بعد از ظهر و سر و صدا کردن در موقع خواب دایی جان را چشیده بودیم، بلکه کلاغ‌ها و کبوترها هم کمتر در آن محدوده پیدایشان می‌شد، چون دایی جان چند بار با تفنگ شکاری آنها را قلع و قم کرده بود. فروشندگان دورگرد هم تا حدود ساعت 5 از کوچه ما که به اسم دایی جان موسوم بود عبور نمی‌کردند. زیرا 2-3 دفعه الاغی طالبی فروش و پیازی از دایی جان سیلی خورده بودند. اما آن روز خاطر من سخت مشغول بود و اسم دایی جان خاطرات دعواها و اوقات تلخی‌های او را به یادم نیاورد. حتی یک لحظه از یاد چشم‌های لیلی و نگاه او نمی‌توانستم فارغ شوم و به هر طرف می‌غلطیدم و به هر چیزی سعی می‌کردم فکر کنم چشم‌های سیاه او را روشن‌تر از آنکه واقعاً در برابرم باشد می‌دیدم. شب باز توی پشه‌بند چشم‌های لیلی به سراغم آمدند. اصل دیگر او را ندیده بودم، ولی چشم‌ها و نگاه نوازشگرش
آنجا بودند. نمیدانم چه مدت گذشت، ناگهان فکر عجیبی تمام مغزم را فرا گرفت. خدایا، نکند عاشق لیلی شده باشم؟ سعی کردم با این فکر بخندم، ولی هیچ خنده‌ام نیامد. ممکن است آدم از یک فکر احمقانه خندش نگیرد، ولی دلیلی نمی شود که احمقانه نباشد. مگر ممکن است آدم اینطور بدون مقدمه عاشق بشود؟ سعی کردم کلیه اطلاعاتم را درباره عشق بررسی کنم. متاسفانه این اطلاعات وسیع نبود. با اینکه بیش از 13 سال از عمرم می‌گذشت تا این موقع یک عاشق ندیده بودم. کتاب‌های عاشقانه و شرح حال عشاق هم آن موقع خیلی کم چاپ شده بود. تازه نمی‌گذاشتند همه آنها را ما بخوانیم. پدر و مادر و بستگان، مخصوصاً دایی جان که سایه وجودش و افکار و عقایدش روی سر همه افراد خانواده بود، هر نوع خروج بدون محافظ از خانه را برای ما بچه‌ها منع می‌کردند و جرأت نزدیک شدن به بچه‌های کوچه را نداشتیم. رادیو هم که خیلی وقت نبود، افتتاح شده بود. در 2-3 ساعت برنامه روزانه خود مطلب مهمی نداشت که به روشن شدن ذهن کمک کند. در مرور اطلاعاتم راجع به عشق در وهله اول به لیلی و مجنون برخوردم که قصه‌اش را بارها شنیده بودم. ولی هرچه زوایای مغزم را کاوش کردم دیدم چیزی راجع به طرز عاشق شدن مجنون به لیلی نشنیدم. فقط میگفتند مجنون عاشق لیلی شد. اصلا شاید بهتر بود در این بررسی پای لیلی و مجنون را به میان نمی کشیدم. زیرا هم اسپودن لیلی و دختر دایی جان احتمالاً بدون اینکه خودم بدانم در استنتاج‌های بعدیم مؤثر بود. اما چاره ای نداشتم. مهمترین عشاق آشنایم همین لیلی و مجنون بودند. غیر از آنها از شیرین و فرهاد هم مخصوصاً از طرز عاشق شدن آنها چیز زیادی نمی‌دانستم. یک داستان عاشقانه هم که در پاورقی یک روزنامه چاپ شده بود خوانده بودم، ولی چند شماره اولش را نخوانده بودم و یکی از همکلاسی‌هایم برایم تعریف کرده بود. در نتیجه شروع ماجرا را نمی‌دانستم. صدای 12 ضربه زنگ ساعت دیواری زیرزمین را شنیدم. خدایا، نصف شب شده بود و من هنوز نخوابیده بودم. این ساعت تا یادم می آمد در خانه ما بود و اولین بار بود که صدای زنگ ساعت 12 شب را می شنیدم. شاید این بیخوابی هم دلیلی بر عاشق شدنم بود. در نیمه تاریکی حیات که از پشت توری پشه‌بند سایه های درخت ها و بته های گل را به صورت اشباح عجیب و غریبی می دیدم وحشت برم داشته بود. چون قبل از اینکه درباره عاشق شدن یا نشدنم به نتیجه برسم از سرنوشت عشاقی که مرور کرده بودم وحشت کردم. تقریبا همه آنها سرنوشت غم‌انگیزی داشتند و ماجرا به مرگ و میر تمام شده بود. لیلی و مجنون، مرگ و میر شیرین و فرهاد، مرگ و میر رومئو و ژولیت، مرگ و میر پل و ورژینی، مرگ و میر آن پاورقی عاشقانه، مرگ و میر. خدایا نکند واقعا عاشق شده باشم و من هم بمیرم. به خصوص آن وقتها مرگ و میر بین بچه‌ها قبل از سن رشد زیاد بود. گاهی میشنیدیم که در مجالس تعداد بچه‌هایی را که خانم‌ها زاییده بودند و تعدادی از آنها که زنده مانده بودند میشمردند. اما ناگهان برق امیدی در خاطرم درخشید. امیر ارسلان نامدار که قصه‌اش را بارها شنیده بودیم و خوانده بودیم، فقط امیر ارسلان به کام دل رسیده بود. ماجرای امیر ارسلان و عاقبت به خیر شدنش اگرچه وحشت پایان ماجراهای عشقی را در دلم کمی تسکین داد، اما سوال اساسی این بود که امیر ارسلان چطور عاشق شده بود؟ عکس فرخ لقا را دیده بود و در یک لحظه به او دل داده بود. پس ممکن است من هم با یک نگاه عاشق شده باشم. سعی می کردم بخوابم. پلک‌هایم را به هم می فشردم بلکه خوابم ببرد و از پیچ و خم این افکار خلاص شوم. خوشبختانه بچه حتی اگر عاشق باشد خواب
مهلتش نمی‌دهد که تا سحر بیدار بماند. ظاهراً این گرفتاری‌ها مال آدم‌های بزرگ عاشق است. صبح شد. مجال فکر کردن پیدا نکردم چون بیش از حد معمول خوابیده بودم. یک وقت با صدای مادرم از خواب پریدم. پاشو پاشو، دایید کارت داره. تمام بدنم مثل این که به برق وصلش کرده باشن لرزید. صدایم بند آمده بود. میخواستم بپرسم کدام دایی، ولی صدایی از گلویم در نیامد. پاشو، آقا گفتن بروی آنجا. قادر به فکر کردن نبودم. با اینکه خلاف هر عقل و منطقی، حتی عقل بچگانه بود، حتم داشتم که دایی جان از راز من مطلع شده است و از ترس می‌لرزیدم. اولین چیزی که برای عقب انداختن شکنجه‌ام به ذهنم رسید این بود که گفتم هنوز صبحانه نخوردم. پاشو زود بخور و برو. نمیدانید دایی جان با من چه کار دارن؟ جواب مادرم تا حدی آرامم کرد. گفتن همه بچه‌ها بیاین آنجا. نفسی کشیدم. به مجالس نصیحت و دلالت دایی جان عادت داشتم. هر چند وقت یک بار بچه‌های خانواده را جمع می‌کرد و مقداری نصیحت می‌کرد و در آخر جلسه یک شیرینی هم به هر کدام می‌داد. اصلا کم کم به خود آمدم و حساب کردم که به هیچ حسابی دایی جان نمی‌توانست از راز من سر درآورده باشد. صبحانه را با آرامش نسبی خوردم و برای اولین بار از موقع بیدار شدن باز در میان بخار سماور چشم‌های سیاه لیلی به نظرم آمد، ولی با تمام قوا سعی کردم به او فکر نکنم. وقتی به طرف خانه دایی جان می‌رفتم در باغ چشمم به مشقاسم نوکر دایی جان افتاد که پاچه شلوار را بالا زده بود و داشت که اون گلها را آب میداد. مشقاسم نمیدانید دایی جان با ما چه کار دارن؟ والا بابا جام دروغ چرا؟ آقا گفتن همه بچه‌ها را صدا کنم. راستش نمیدانم چه کارتان دارم. ما استثناءً حق داشتیم به دایی جان بگوییم، وگرنه همه مردم از دوست و آشنا و اهل محل دایی جان را آقای مطلق خطاب می‌کردند و از او به اسم آقا یاد می‌کردند. دایی جان یکی از آن لقب‌های طویل 7 سیلابی داشت. درست 7 سیلاب، یعنی باید 7 دفعه دهن را باز و بسته می‌کردند تا حق وجود عزیز دایی جان را ادا کنند. پدر دایی جان که او هم به سهم خود 6 سیلاب لقب داشت آقای مطلق بود و کم کم اسمش از یاد مردم رفته بود. پدر دایی جان به خیال خودش برای اینکه بعد از او به اتحاد بین 7 پسر و دخترش خللی وارد نشود در باغ بزرگ خود 7 عمارت ساخته بود و در زمان حیاتش بین فرزندان تقسیم کرده بود. دایی جان ارشد فرزندان بود که بعد از پدرش لقب آقایی را به ارث برده بود و به علت این ارشدیت سنی یا به علت طبیعت و خمیره خودش بود که بعد از مرگ پدر خود را بزرگ خانواده می‌دانست و آنچنان این بزرگی را به کرسی نشانده بود که این خانواده نسبتاً بزرگ بدون اجازه او حق آب خوردن هم نداشتند. از بس دایی جان در زندگی خصوصی و عمومی برادر و خواهرها دخالت کرده بود، بیشتر برادرها و خواهرها به زور دادگاه خانه خود را افراز کرده و دیوار کشیده بودند یا فروخته و رفته بودند. در آن قسمت از باغ که باقی مانده بود ما بودیم و دایی جان و یک برادر دیگر دایی جان که خانه اش را با نرده از ما جدا کرده بود. دایی جان در اتاق 5 دری بود و بچه‌ها در حیاط اندرونی دایی جان بدون سر و صدا صحبت یا بازی می‌کردند. لیلی با نگاه به استقبال من آمد. باز نگاه ما به هم ثابت ماند. حس کردم قلبم به طور عجیبی می‌زد، مثل اینکه تق تق صدا می‌کرد، اما فرصت زیادی برای فکر کردن و نتیجه گرفتن نیافتم. دایی جان با قد بلند و اندام لاغر استخوانیش در حالی که عبای نازک نایمی به دوش و شلوار کشباف چسبان به پا داشت از اتاق بیرون آمد. چهره‌اش در هم بود. همه بچه‌ها، حتی آنهایی که خیلی کوچک بودند،
حس کردند که این بار نصیحت و دلالت مقصود نیست و هوا به کلی پس است. دایجان در حالی که با اندام بلند خود در مقابل ما ایستاده بود و از پشت عینک دودی ذره‌بینی همیشگیش بالا را نگاه می‌کرد و با لحن خشک و ترسناک گفت: کدام از شما روی در این حیاط را با گچ کثیف کرده است؟ و با انگشت لاغر و بلند خود در اندرونی را که مشقاسم نوکرش پشت سر ما بسته و کنار آن ایستاده بود نشان داد. همه ما بی اختیار به آن طرف نگاه کردیم. روی در، یعنی در واقع پشت در که به طرف داخل حیاط بود، با خط کج و معوجی با گچ نوشته بود: ناپلئون خر است. نگاه اکثر ما که 8 یا 9 بچه بودیم یک مسیر را طی کرد و به طرف سیامک برگشت. ولی قبل از اینکه دایجان سرش را پایین بیاورد متوجه خطای خودمان شدیم و سرها را به زیر انداختیم. برای ما شک نبود که کار سیامک است، چون چند بار درباره عشق و علاقه دایجان به ناپلئون صحبت کرده بودیم و سیامک که از ما شرورتر بود وعده داده بود که یک روز روی در خانه دایجان خریت ناپلئون را ثابت کند، ولی حس انسانیت ما مانع بود که او را لو بدهیم. دایجان که مثل فرماندهان بازداشتگاه‌های اسیران جنگی در مقابل صف ما ایستاده بود شروع به صحبت کرد، ولی در سخنرانی مؤثر و ترسناک و تهدیدآمیز خود موضوع اهانت به ناپلئون را مطرح نکرد و بهانه ظاهری را کثیف کردن در حیاط با گچ عنوان کرد. بعد از اینکه لحظه‌ای در سکوت ترسناک گذشت، دایجان ناگهان با صدایی که هیچ تناسبی با اندام لاغرش نداشت فریاد زد: گفتم کی این کارو کرده؟ باز نگاه‌های زیرچشمی به طرف سیامک برگشت. این بار دایجان هم متوجه نگاه‌ها شد و نگاه غضب‌آلود و ترسناک خود را به صورت سیامک دوخت. در اینجا اتفاقی افتاد. از ذکر آن شرمنده‌ام، ولی امیدوارم لزوم رعایت صحت و اصالت عذرخواه این بی‌پردگی باشد. سیامک از ترس در لباس خود اظهار کرد و با لکنت زبان شروع به عذرخواهی کرد. وقتی مجازات مجرم برای گناه اصلی و گناهی که در حین بازجویی مرتکب شده بود تمام شد و سیامک گریه کنان به طرف خانه‌اش به راه افتاد، ما بچه‌ها با سکوتی که نیمی از آن اثر رعب دایجان بود و نیم دیگر ادای احترام و همدردی نسبت به زجر و شکنجه سیامک که خودمان تا حدود زیادی مسببش بودیم، به دنبال او به راه افتادیم. وقتی به مادرش اشکریزان شکایت دایجان را میکرد، مادرش با اینکه حدس میزد بلکه یقین داشت که کار کدام دایجان باشد، بدون اراده پرسید: کدام دایجان؟ و پسر بچه شکنجه دیده بلا اراده جواب داد: دایجان ناپلئون. همه ما وحشت زده برجا ماندیم. این اولین بار بود که لقبی که ما بین خودمان به دایجان داده بودیم جلوی یکی از بزرگترها به زبان جاری شده بود. البته سیامک یک بار هم به وسیله پدر و مادرش تنبیه شد، ولی ما نفسی کشیدیم. از بس زیر لب این لقب را تکرار کرده بودیم داشتیم خفه می شدیم. دایجان از جوانی عاشق ناپلئون بود. بعدها داشتیم که آنچه کتاب درباره ناپلئون به زبان فارسی و فرانسه، دایجان زبان فرانسه را هم تا حدودی می‌دانست، در ایران موجود بود. در کتابخانه‌اش جمع کرده بود. یعنی در واقع در چند قفسه کتاب او چیزی جز راجع به ناپلئون نبود. محال بود بحثی از علمی، ادبی، تاریخی، حقوقی و فلسفی پیش بیاید و دایجان به استناد یکی از کلمات قصار ناپلئون در آن دخالت نکند. طوری شده بود که اکثر افراد خانواده تحت تأثیر تبلیغات دایجان ناپلئون بناپارت را بزرگترین فیلسوف، ریاضیدان، سیاستمدار، ادیب و حتی شاعر می‌دانستند. دایجان گویا در زمان محمد علی شاه در ژاندارمری آن زمان درجه نایب سومی داشت و داستان
جنگ‌ها و مبارزات او را با سارقین و اشرار هر کدام از ما 40-50 دفعه شنیده بودیم. هر کدام از این ماجراها بین ما بچه‌ها به اسم معینی مشخص شده بود. مثلا داستان جنگ کازرون، جنگ ممسنی و غیره. در سالهای اول اساس این ماجراها عبارت از زد و خورد دایجان به اتفاق 5-6 ژاندارم با اشرار و دزدهای سرگردنه بود که در قصبه کازرون یا ممسنی اتفاق افتاده بود. اما به مرور زمان کم کم عده متخاصمین زیادتر و جنگ‌ها خونین‌تر می‌شد. مثلا جنگ کازرون دایجان در آغاز عبارت از زد و خورد دایجان و 5 ژاندارم با اشرار و محاصره شدن آنها به وسیله 10-12 نفر از اشرار بود، ولی بعد از 2-3 سال جنگ کازرون به جنگی خونین مبدل شده بود که در حدود 150 ژاندارم به وسیله 4000 نفر از اشرار، البته به تحریک انگلیس‌ها، محاصره شده بودند. اما آنچه آن موقع ما نمی‌فهمیدیم و بعدها که کمی تاریخ خواندیم فهمیدیم این بود که به تدریج که علاقه دایجان به ناپلئون شدت پیدا کرد، نه تنها جنگ‌های او به حدود سرسام‌آوری بزرگ شد، بلکه عیناً به وضع جنگ‌های ناپلئون شباهت یافت و در مقام صحبت از جنگ کازرون عیناً صحنه جنگ استرلیتز ناپلئون را توصیف می‌کرد و حتی از دخالت دادن پیاده نظام و توپخانه در همین جنگ کازرون خودداری نمی‌کرد. این را هم بعدها دانستیم که بعد از اینکه در ایران ژاندارمری منظمی درست شد و قدیمی‌ها هم به فراخور فهم و اطلاع خود درجه‌هایی گرفتند، دایجان چون عدم و اطلاع کافی از این قبیل اموری که مدعی بود نبوغ آن را دارد نداشت، در یکی از درجات پایین بازنشسته شده بود. شب طولانی دوم شروع شد. باز چشمهای سیاه لیلی، باز نگاه نوازشگر لیلی و باز تلاطم افکار یک پسر بچه 13 ساله و همان سؤال و همان مسئله به اضافه یک سؤال جدید. شاید لیلی هم عاشق من شده باشد. خدایا رحم کن. حالا اگر فقط من عاشق او شده باشم ممکن است امید نجاتی باشد، ولی اگر او هم. تمام مدتی که در صف مقابل دایجان ایستاده بودیم با اینکه در حالت نگرانی و انتظار و وحشت بودیم و هیچ کدام از ما به کشف واقعیت و اجرای عدالت صحیح از طرف دایجان مطمئن نبودیم، باز نگاه لیلی را روی صورت خودم یا می دیدم یا حس می کردم. این هم مسئله تازه بود که بایستی جوابش را پیدا می کردم. عشق بهتر است یک طرفه باشد یا 2 طرفه؟ از کی بپرسم؟ با کی مشورت کنم؟ کاش لیلی اینجا بود. نه خیر، شکی نیست که من عاشق شدم، وگرنه چرا اینقدر دلم می‌خواهد لیلی اینجا باشد؟ چطور است از یک نفر بپرسم؟ اما از کی؟ چطور است از خود لیلی بپرسم؟ ولی واقعا مضحک است. من از لیلی بپرسم که من عاشق تو شدم یا نه؟ اما شاید بتوانم از لیلی بپرسم که چی؟ بپرسم او عاشق من شده است یا نه؟ این هم مضحک است. وانگهی محال است رویم بشود از او همچین سوالی بکنم. به بچه‌های همسالم فکر کردم. نه، نمی شود. برادر لیلی که از من کوچکتر است و عقلش نمی رسد. چطور است از علی بپرسم؟ نه، او هم بچه دهن‌لقی است، می رود به آقا جان و از همه بدتر به دایی جان می گوید. خدایا هیچ کس نیست که از او بپرسم من عاشق شدم یا نه؟ ناگهان در میان ظلمت و اختشاش فکرم نور امیدی پیدا شد. مشقاسم. بله، چطور است از مشقاسم بپرسم؟ مشقاسم نوکر دهاتی دایجان بود. همیشه در همه خانواده همه از دین و ایمان مشقاسم حرف می زدن. وانگهی یک دفعه به من امتحانش را داده بود. یک روز که من شیشه خانه دایجان را با توپ شکسته بودم، مشقاسم دیده بود
ولی به کسی حرفی نزده بود. اصولاً مشقاسم همیشه طرفدار ما بود و قصه های عجیب و غریبی برای ما تعریف میکرد. حسن او این بود که هیچ وقت هیچ سوالی را بی جواب نمیگذاشت و هر وقت سوالی از او میکردیم اول میگفت دروغ چرا؟ تا قبر و همراه با تلفظ آ 4 انگشت باز دست را نشان میداد و بعدها دانستیم که مقصودش این بود که چون تا قبل 4 انگشت بیشتر فاصله نیست نباید دروغ گفت. با اینکه گاهی میفهمیدیم و حس میکردیم که مشقاسم دروغ میگوید، ولی همین که سؤال را حتی اگر راجع به دقیق ترین مسائل و اختراعات حیرت انگیز بود بی جواب نمیگذاشت و توضیحی برای آن پیدا میکرد برای ما جالب بود. وقتی از او پرسیدیم که اژدها واقعا وجود دارد یا نه بلافاصله جواب داد والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبل یک روز ما خودمان به چشم خودمان اژدها را دیدیم. داشتیم میرفتیم توی راسته قیاس آباد قم. از سر پیچ که رد شدیم یک وقت دیدیم یک اژدها پرید رو در رومان وایستاد. یک حیوانی بود دور از جون، فیسا بین پلنگ و گاو میش و گاو و اختاپوس و جغ. از قاچ دهنش به اندازه 3 ذر آتش در می آمد. دل را به دریا زدم، با بیل همچی زدم تو قاچ دهنش که نفسش بند آمد. یک خورناسی کشید که تمام اهل شهر بیدار شدند. اما فایدهش چیه بابام جان؟ هیچ کس نگفت مشقاسم دستت درد نکنه. مشقاسم راجع به تمام اتفاقات تاریخ و اختراعات محیر العقول بشر توضیحی داشت و اگر بمب اتمی در آن زمان اختراع شده بود مسلماً راجع به انفجارات هسته‌ای توضیح کامل میداد. آن شب اسم مشقاسم مثل شعاعی از امید در تاریکی ذهن من درخشید و خواب نسبتاً آرامی کردم. صبح زود از خواب بیدار شدم. خوشبختانه مشقاسم سحرخیز بود. از همان موقع بیدار شدن به آب دادن گلها و رسیدگی به کار باغ مشغول می شد. وقتی به طرف او رفتم روی یک چارپایه رفته بود و شاخه‌های نسترن را که دور آلاچیق دایی جان آویخته بود مرتب می کرد. بابام جان بیخواب شدی؟ چطور امروز اینقدر زودتر از خواب پا شدی؟ دیشب زود خوابیدم. صبح دیگه خوابم نمی آمد. بازیهات رو بکن، دیگه چیزی به باز شدن مدرسه ها نمونده. مدتی تردید کردم ولی وحشت شب سوم در نظرم اومد. دل به دریا زدم و گفتم مشقاسم من میخوام یک چیزی از شما بپرسم. بگو بابام جان. من یه همکلاسی دارم که خیال میکند عاشق شده. اما چطور بگویم؟ خاطر جمع نیست. رویش هم نمیشود از کسی بپرسد. شما میدانید آدم چطور میفهمد که عاشق شده است؟ مشقاسم نزدیک بود از روی چهارپایه بیفتد. با حالتی نزدیک حیرت گفت چی؟ چطور؟ عاشق شده؟ یعنی خاطرخواه شده؟ همکلاسی تو؟ من با نگرانی فراوان پرسیدم چطور مگه مشقاسم؟ خیلی خطرناک است؟ مشقاسم در حالی که چشم به قیچی باغبانی دوخته بود با آرامش گفت والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبل ما خودمان خاطرخواه نشدیم. یعنی اون هم شدیم. خلاصه میدانیم چه بلایی. خدا برای هیچ بنده ای نخواد. خدا انشالله به حق 5 تن هیچ کس را به درد و مرض خاطرخواهی دچار نکند. آدم بزرگش از عاشقی جان به در نمیبرد، چه برسد به بچهش. بابام جان پاهایم تا به تحمل بدنم را نداشت. سخت ترسیده بودم. من آمده بودم از مشقاسم نوکر دایی جان بپرسم که عوارض و علائم عاشق شدن چیست و او عواقب ترسناک عشق را برایم شرح میداد. ولی نباید خود را ببازم. چون مشقاسم تنها آدم با تجربه است که میتواند اطلاعات لازم را درباره عشق و علائم عاشق شدن به من بدهد. باید قوی باشم. ولی مشقاسم این همکلاسی من که خیال میکند عاشق شده است
اول میخواهد بداند راستی عاشق شده است یا نه. آن وقت اگر عاشق باشد یک جوری این دردش را دوا کند. اما بابام جان، مگه خاطرخواهی به این آسانی ها علاج میشه؟ بی پدر از هر درد و ناخوشی بدتره. دور از جون از حسبه و قلنج هم بدتره. با شجاعت گفتم مشقاسم، اینها حالا جای خود، اما آدم چطور میفهمد که عاشق شده است؟ والا بابام جان، دروغ چرا؟ اون که ما دیدیم اینجوریست که وقتی خاطر یکی را میخواهی، آن وقتی که نمیبینیش توی دلت پنداری یخ میبنده. وقتی میبینیش یک هرمی توی این دلت بلند میشه. پنداری تنور نانوایی رو روشن کردن. همه چیز دنیا را، همه مال و منال دنیا را برای اون میخواهی. پنداری حاتم تایی شده ای. خلاصه آرام نمیگیری مگر اینکه آن دختر را برات شیرینی بخورن. اما این هم هست، اگه خدایی نکرده اون دختر را به یکی دیگر شوهرش بدهن، آن وقت دیگه ویدا. ما یک همشهری داشتیم، خاطرخواه شده بود. یک شب آن دختره را برای یکی دیگه شیرینی خوردم. صبح آن همشهری ما زد به بیابان. تا حالا که 20 سال گذشته هنوز هیچ کس نفهمیده چی شده. پنداری دود شد رفت آسمان. مشقاسم ولکن نبود و داستان پشت داستان از همشهری‌ها و هم قطارهایش حکایت می‌کرد و من عجله داشتم که این صحبت را تمام کنم، زیرا می‌ترسیدم کسی سر برسد. گفتم مشقاسم، یه وقت دایی جان نفهمن من چیزی از شما پرسیدم. آن وقت می‌خواهن بدانن این آدم کی هست و کی نیست. من به آقا چیزی بگم؟ مگه از جونم گذاشتم؟ آقا اصلا اگه صحبت عاشقی و خاطرخواهی بشنوه قیامت میکنه. بلا نسبت ممکنه آدم بکشه. مشقاسم سری تکان داد و باز گفت خدا کند کسی عاشق لیلی خانم نشود، برای اینکه آقا جد و آبادش را دود میکند. من با ظاهر خونسرد پرسیدم چطور مگه مشقاسم؟ والا یه دفعه خاطرم میاد آن سالها یک پسری خاطرخواه دختر یکی از رفیقهای آقا شده بود. آن وقت چطور شد مشقاسم؟ والا دروغ چرا؟ تا قبل ما خودمان به چشم خودمان ندیدیم، اما آن پسر یه بار گم شد. پنداری دود شد رفت هوا. خیلی ها میگفتن آقا یک گلوله زده توی دلش، بعد انداختدش توی یک چاه. همان گیراگیر جنگ کازرون آن وقتها بود. مشقاسم رفت توی شرح جنگ کازرون دایجان. ما از اینکه مشقاسم از چه موقعی نوکر دایجان بود چیز درستی نمیدانستیم، ولی آنچه به مرور دانستیم این بود که اولا مشقاسم از وقتی به خدمت دایجان وارد شده بود که دایجان از مأموریت شهرستانها به تهران برگشته. ثانیاً مشقاسم مدل کوچک شخصیت دایجان بود. تخیل او مثل تخیل دایجان زیاد کار میکرد. اوایل وقتی حرف دایجان را موقع شرح و حکایت جنگ ها تایید میکرد، دایجان به او تشر میزد و میگفت تو چه میگویی؟ تو که آنجا نبودی. ولی گوش مشقاسم به این حرفها بدهکار نبود و یقینا به این علت که کسی حاضر نبود خیال پردازی های او را مستقلاً گوش کند و باور کند، با تمام قوا در طول سالها سعی کرد خود را یدک دایجان کند و دایجان هم کم کم حس می‌کرد شنوندگان داستان‌هایش، مخصوصاً داستان‌های جنگ‌های مختلفش را با اعتقاد زیاد گوش نمی‌کند. شاید به حکم احتیاج به یک شاهد و شاید به علت اینکه کم کم مشقاسم را در اثر تلقین خود او در صحنه جنگ می‌دید، آهسته آهسته وابستگی مشقاسم را به خود و حضور او را در جنگ‌ها پذیرفته بود. علل خصوص که مشقاسم جزئیات جنگ‌های خیالی کازرون و ممسنی و غیره را که از خود دایجان شنیده بود خوب به خاطر سپرده بود و گاهی حین حکایت واقعه کمکش می‌کرد. اما این قبولی یک روز 2-3 سال قبل از آن رسمیت یافته بود. آن روز دایجان سخت برآشفته بود. مشقاسم حین تعمیر راه آب بر اثر بی‌احتیاطی ریشه نسترن بزرگ دایجان را با کلنگ قطع کرد.
دایی جان که از غضب به حالتی نزدیک به جنون رسیده بود، بعد از چند پس کردنی که به مشقاسم زد فریاد کشید: برو گم شو، دیگه جای تو این خونه نیست. و مشقاسم در حالی که سر خود را به زیر انداخته بود گفت: آقا، شما ما را باید از این خانه با آجان بیرون کنید یا نعش ما را از این خانه ببرند. شما چون مرا نجات داده اید، ما هم تا جون داریم باید توی این خانه خدمت کنیم. کی آن کاری را که شما کردید میکرد؟ و دیگه وقت به من اجازه نمیده که این داستان زیبا رو برای شما بخونم. حتما خیلیاتون این کتاب رو خوندین، چون این کتاب خیلی قدیمی هستش و اگر هم نخوندین برای خودتون تهیه کنید و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وقت بعدی، خدا نگهدارتون.